سلام، لطفا تا انتهای این ویدیو همراه من باشید چون حرفهای مهمی براتون دارم. تو چه بازاری فعالیت میکنید؟ سهام، آپشن، آتی، فارکس یا شاید هم رمزارز؟ دنبال چی میگردید؟ درسته، دنبال کسب سود. یعنی اینکه میخوایم بفهمیم کی بخریم و کی بفروشیم. ته ماجرا همینه. سالها تلاش یک معامله‌گر، یک تحلیلگر، نتیجهش این میشه که بفهمه کی بخره و کی بفروشه. 16 سال در گروه وندان تلاش کردیم و روش‌های مختلف رو بررسی کردیم و معامله کردیم. در نهایت به چند تا روش معاملاتی قدرتمند رسیدیم. یکی از این روش‌های معاملاتی استراتژی معاملاتی رویاست. توی استفاده از سیستم رویا بزرگترین چیزی که داره به من کمک میکنه سادگی خیلی زیادشه و سودده بودنش و اینکه واقعا موثر. این روش رو نه تنها من بلکه گروهی بزرگی از دانشپذیران وندان امتحان کردن و نتایج قابل قبولی به دست آوردن. پیشنهاد میکنم یک بار هم که جلوی این روش رو امتحان کنید. برای رسیدن به موفقیت 3 پارامتر آموزش، تلاش و صبر خیلی اهمیت داره. در رابطه با موضوع آموزش حتما پیشنهاد میکنم که بازارهای مالی رو آموزش دیده وارد شید. حالا که قرار دوره استراتژی رویا مجددا برگزار شه، پیشنهاد میکنم به عنوان یک آموزش حرفه‌ای که میتونه معاملات شما رو خیلی بهبود بده و تأثیر خیلی مثبتی در روند معاملات شما داره در بازارهای مختلف، حتما از اون استفاده کنید. واقعا برای من جالب بود. حساب‌های کوچیک و سودهای بزرگ. این اگه بتونیم یه مزیت برای این دوره نام ببریم به نظر من همینه و خیلی راحت توی بازار پیدا میشه. حتی میگم کسایی که از صفر شروع کردن خیلی راحت، یعنی واقعا ماهی 50% از حسابشون رو بگیرن هیچی نیست. حتی اگر دوره‌های مختلف دیگه هم گذرانده باشین باعث میشه نقاط قوت اونا رو تقویت کنه و نقاط ضعف اونا رو بپوشانه. و چندین استراتژی مختلف مثل پرسکشن های کلاسیک یا پرسکشن های حرفه‌ای مثل اسمارت مانی یا حتی RTM کار کردیم، ولی خب متاسفانه چون بیشتر حالت تجربه گرا دارن و احتیاج به تمرینای خیلی متمادی و طولانی دارن، باعث میشه که شما چندین ماه توی بازار به صورت منفعل باقی بمانید و شاید زده بشین مثل خیلی از افرادی که توی بازار وارد میشن. اما استراتژی رویا که گروه وندان کرمانشاه برگزار میکنه در عین سادگی استراتژی رویا حدود 600% طی یک ماه سود کسب کنند. استراتژی معاملاتی رویا یه استراتژی خوب هست. چرا؟ چون که خیلی راحت میتونیم یاد بگیریم و خیلی راحت هم میتونیم موقع معامله اون استفاده کنیم. وقتی استراتژی راحت باشه موقع معامله شما استرس نداریم. این اجازه رو میده که با حداقل ریسک به سودهای فوق‌العاده بزرگی دست پیدا کنید. گروه وندان و آقای بهدادپور بود. از نظر من ایشون یکی از بهترین مدرس‌ها هستن به طور کلی. تعریف تدریس ایشون خیلی مسلط تو این زمینه هستن. من از اینکه دانشجوی ایشون بودم همیشه لذت بردم. این روش یکی از آسان‌ترین روش‌های معاملاتی و به جرئت میگم پولسازترین روش‌های معاملاتی هست که تا الان من به شخص تجربه کردم. ویدیوها رو دیدید؟ میخوام یه اعتراف بکنم. واقعیتش برای خودم باورش سخت. اینقدر فوق‌العاده بچه‌ها جواب بگیرن و تا الان در طی این 16 سال نداشتیم همچین چیزی رو که از بین مثلا 80 نفر 22 نفر به تیم تحلیل و معامله دعوت بشن.
دوستان 2 تا خبر خوب براتون دارم. یکی این که یک بار دیگه قراره این کوچینگ برگزار بشه. دوره نیست، کوچینگه، مثل آموزش رانندگی، یعنی کنار هم میشینیم و با هم رانندگی میکنیم، در بازارهای مختلف با هم معامله میکنیم. و خبر دوم عالی که دارم اینه که این دوره برای همه دوستان تخفیف فوق‌العاده‌ای داره. پس فرصت رو از دست ندید. اگه تمایل دارید که اطلاعات بیشتری از دوره کوچینگ استراتژی رویا به دست بیارید، عدد 44 رو به 3082,820 ارسال کنید. با امید دیدار همه شما دوستان عزیز در کوچینگ رویا. ملکی هستم، محسن ملکی.